السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند علم شما را باز هم زیادتر گرداند اکای حاجی میرزا، تا که امت اسلام از آن بهره‌ور شوند. ما از شهر دوشنبه به زیارت شما آمدیم. خب اینجا گپ‌های بسیار سوالش میخوانیم. یکم، در نماز 4 رکعته اگر در رکعت دوم پس از سوره التحیات سوره نیست، پس از التحیات صلوات ها را خوانی، پس از آن در یادت آمد که نماز 4 رکعته خوانده ایستاده ای، خسته نماز را دوام میدهی و یا در آخر نماز سجده سهو ضرور است یا نه؟ شما نماز 4 رکعته میخوانین، در دوم رکعت التحیات لله و صلوات و طیبات خوانده ایستاده بود میکنین، فکرتان پریشان میشود، از دنبالش اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم گفته خواندن میگی. وقتی که تمام کردی این درودها را که به یاد زد که تو در دوم رکعتی، همینجا در حال ماها میخیزیم به سوی سیوم رکعت تمام میکنیم، 4م رکعت تمام میکنیم، در آخر سجده سهو میکنیم، نمازمون میشود درست. اما التحیات که خواندین آخر ده اللهم صل علی محمد ناگفته دو طرف سلام میدهین، اگر تنها گذار باشین دو طرف سلام میدین، باز دو سجده دیگر در همون حالت نشستگیتون میکنین، بعدا باز در همون جای نشستگیتون باز التحیات همراه همون درودها میخوانین، بعدا هر دو طرف سلام میدهین، میشود سجده سهو. خب یعنی سجده سهو ضرور است. بعضی ها میپرسن التحیات خواندیم اللهم صل علی گفتیم که بیاد من زد، محمد را ناگفته خیستیم، سجده سهو لازم است؟ نه، سجده سهو لازم نمیشود. همین اللهم صل علی محمد گفتین، جمله مکمل شد، معنا برآمد، گردن دادن سجده سهو واجب میشه. اللهم صل علی گفتن ده محمد چه نگفته بیاتون آمد و خیستین، سجده سهو در گردنتون واجب نیست. من نماز وتر را در مسجد میخواندم و شب نماز تهجد میخواندم. یک رفیقم مرا گفت که نماز وتر را بعد نماز تهجد باید خوانی. میگوید که رسول اکرم چنین خوانده است، او نیز نماز تهجد میخواند. رسول اکرم چند رکعت نماز تهجد میخواند و طرز درستی آن را بر ما فهمانید. برادرای عزیز و گرامی، 4 رکعت نماز فرض خفتن وقتی ما در مسجد میخوانیم که در مسجد خواندن فرض خفتن همراه جماعت اینم سنت مؤکده، بعد او سنت خفتن خواندن یا وتر در مسجد خواندن اختیارش در ما هست. اگر خواهیم در مسجد میخوانیمش، نخواهیم در خانه هم رفته میخوانیمش، باکی ندارد. این ما حق داریم. 4 رکعت که خواندیم همراه قوم میشینیم، دعا و درود ما میکنیم، میریم سنت منقطی نماز وترمون در خانه مون میخوانیم، اینم درست، یگان ضرر زیانی ندارد. پیامبر گرامی در حدیث ها گفتم بعضی از نمازتان برای خانه هاتون گذارید. مرادم همین است و مرادم نمازهای نافله ای که بعد طهارت ما و شما 2 رکعت نماز نافله میخوانیم و یگان نمازهای نافله دیگری که هست میخوانیم. خب همه اینا مراد از بعضی نمازها را برای خانه گذاشتن است. نماز تهجد برادرای عزیز و گرامی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم از مادرمون عایشه روایت است که پیامبر گرامی چه در رمضان و چه در غیر رمضان 11 رکعت نماز شبش کم نبود. مقصد 8 رکعت نماز تهجد داشت، 3 رکعت نماز وتر داشت. پیامبر 7 هم خواندن، پیامبر 6 هم خواندن، پیامبر 9 هم خواندن، پیامبر 12 هم خواندن. برای همین ما میتونیم از 2 رکعت 4 تا میخوانی، 6 تا میخوانی، خب 8 تا میخوانی، این کاری تو برادر عزیز. ولی ما میتونیم که اول نماز سنت خوانیم، بعدا نماز وتر خوانیم، از بعدش تهجد خوانیم، یا میتونیم سنت میخوانیم، تهجد میخوانیم، از پسش وتر میخوانیم، فرقی ندارد. وقتی نماز همونها هست
هر دو صورت درست برادر عزیز. در نماز فرض هنگام سوره فاتحه خواندن امام از پس او تکرار کردن سوره فاتحه و دیگر سوره ها با آواز پس خواندن درست است یا نه؟ در مذهب خودمان، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، هر وقتایی که امام سوره فاتحه میخواند 11 سوره میخواند، مقتدی یعنی کسی که از پس او اقتدا کرده است، اونا حق دیگر تکراری از پس امام ندارند. مثل آیت قرآنی که خداوند قرآن دا میگه هر وقتایی که قرآن خوانده شد باید که شما سکوت باشین و گوش کنین. دلیل مذهب امام ابو حنیفه هم همین آیت قرآن است، همین آیت قرآن است. و دیگر دلیل حضرت امام ابو حنیفه همین است که قرائت امام قرائت مقتدی است. امام که خواندگی امام خواندگی مقتدی می شود. برای همین ما در مذهبمان گویم همچون ترک واجب میکنیم، وقتی که از پس امام ما هم تکرار کردن گیریم. ما فقط نیت را میکنیم، الله اکبر را میگویم، دستامون را میبندیم، سبحانک اللهم را میخوانیم. امام دیگر سوره فاتحه زم سوره حق امام است. وقتی الله اکبر میگه تکبیر نه رکوع دا میرد، ما هم الله اکبر میگویم رکوع دا میریم. سمع الله لمن حمیده میگوید، ما هم سمع الله لمن حمیده هم گوییم، گناهی نمیگیریم. وقتی که باز به سجده الله اکبر گوییم، الله اکبر گویان میرویم. ولی در حالت قرائت امام ما قرائت نمیکنیم. خب این سوالایی هستند که الحال در دست من دادن، من همینها را جواب گم که بسیار خواهشاشون بسیاری بد بود برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام من از شما خواهش و التماس میکنم که با این 5 سوالی که من میدهم جواب عمیق دهید. خاک جواب عمیق شه کوشش میکنیم، ما دویم تا همین روزا کوشش کردیم که جواب عمیق دهیم. ولی بچه‌ها فکر میکنن که البته جواب عمیق نیستن. ولی امشب یک کس هم ایرسی از زنگ زده است، میگه در همین جای حلقه دا ما شیشتگی بودیم، کدام مولوی خطیب یک دیسک شما را گوش کردیم، گفتن که در همین جا خطا کرد. یعنی در دیسک شما 3 جای خطا گرفتن مولوی. ما گفتم مولوی نبوده است. مولوی میشید حاجی میرزا هم به خطا نیست، من نمیگم که خطا نمیکنم، ولی مولوی که میشد خطا را به شما نمیگفت و راست در من میبرامد و میگو که در همین جا برادر عزیز همین مسئله شاید که اشتباه کرده باشی. در بین او 4-5 کس گویم ملا بودن خود چه نشانه میداد و اکو همین معنای همین را دارد که یعنی خطایی را که گرفتیم، یعنی این هیچی نیست در پیش ما، همین خیلی فکر میکنن خداشونه در پیش اونا هم تا معرفی میکنن. ولی میلش ما همین اگر یگان چی درمندم شویم لیکن با زبان اظهارش نمیکنیم، میگیم خدا هدایت کند. کل بنی آدم خطاون است برادر، همه فرزند آدم خطا میکند، ما هم بسیار خطاها را میدونیم، ولی شر نیست در بین قوم بگیم که فلانی 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 اینتا. برای این برادر عزیز و گرامی جواب ها ان شاء الله انیقا چیزی که میدونم، چیزی که هر چیزی که گفتم من اگر چنده که برای شما شاید بعضی وقت آیت قرآن نگویم کدام سوره است یا حدیث در کدام صحیح بخاری است یا صحیح مسلم است، ولی در ذهن خودم هست شما اگر از من پرسین من برای شما انیق چه گفتم میتونم. من صاحب 7 فرزندی به پدر می باشم. پسر کلانی هم 20 ساله می باشد، دیگرهایش از آن خرد. شکر خدا که صاحب زمین می باشیم. ما از آن زمین حاصل هر خیله می گیریم، مثلا گندم، زغیر و دیگر نمودی زراعت ها. و من میگن که زکات ندهید که حقی صغیر می باشد. درست است یا نه؟ و من باشم از خدا می ترسم، می خواهم که دهم. یک مادر است، کدام مادری هست که 7 فرزند دارد، پدر نیست، مقصد گندم میگیرن، زغیر میگیرن، کدام با دلسوزی دیگه بوده است، گفته است که مقصد شما از این زمین عشر ندهین، زکات نه و عشر ندهین، زیرا که حقی صغیر است. نه مادری عزیز، همون فکر خود درست است. از زراعتی که ما از زمین میبرداریم ما عشرش باید که جدا کنیم. اگر چنده که امروز بعضی از داملاهای بزرگ ما هم فتواهاشون هست که در این زمینهای ما حاضر عشر نمیتین،
ولی در جواب اونها باز بعضی از بزرگهای ما و شما باز کتاب نویساندند که همون عباره و این قله‌ای که در کتاب زکات آمده است اگر چند کم هم باشد عشر دهین، گفتن خوبش عشر دادن است. یعنی اگر این مادر ما شاید که از زمینهاش تانه زغیر گندم گیرد، باکی ندارد مادر عزیز، او حق صغیر نیست، حق او را دادن حق خدا هست، حق بنده های خدا هست، او در گردن ما و شما شرط و ضرور است. برای همین ما سر هر یک 100 کیلوی 10 کیلو باید جدا کنیم، حتی 10 کیلو هم که گیریم 1 کیلوش باید که ما عشر دهیم برای آدمای مستحق، برای آدمای بیچاره و ناتوان، چه از اولاد خودت باشد چه از همسایه‌هات باشد. درست می شود؟ دوم، شوهرم یک و یک دوره بیمار شد و بیمار شده ماند و من نتوانستم که از وی بخشش پرسم. راستی دلم نشد، حالا باشد پشیمان شدم و با خود میگویم که چرا نپرسیدم که از من راضی بود یا نه، چون که زندگی به پستی و بلندی نمی شود. شکر خدا را به حساب میکنم که قرآن و 2 رکعت نماز در حقش میگذارم. خدا جان قبول گرداند. نمیدانم خدا جان مرا میبخشد یا نه. انشاءالله پروردگار تو را میبخشد. مثلا وقتی که مرد یک بار بیمار شد و دیگر من دلاور نشدم که از من راضی هستی یا نه. راستی بار این چیز در برابر آدمی بیمار پرسیدن حاجت نیست. آدم وقتی شوهرش بیمار شود، حالت بیماری مرگ باشد، اون حالتی نیست که زنک پرسد که مردک از من راضی هستی یا نه. همین در دوام حیات گفتی همون شاعرها که بعد مردن خوابیایی خانه‌یا، یعنی ما در حیات باید که راضی گردانیم. در حیات ما خودمان از روی خدمت و از روی رفتارمان حس میکنیم که همین مردک از من راضی است یا راضی نیست، خودمان حس میکنیم. برای همین من یک بار دیگرم برای بعضی از جوان مردها گفته بودم که شما در حال حیاتتان پدر و مادرتان احترام نمیکنین، بعد وقتی که از سر که میگذرد بعد قالینها در صورت میزنین و بعد گوییم که نان و آبتان بعد دیگه فراوان شدن میگیرد. یعنی اینجا جای خدمت نیست، این نشانه خدمت نیست. نشانه خدمت رازگی خود همون پدر و مادر است. برای همین مادر عزیز انشاءالله از این مهربانی‌هایی که در تو میبینیم و در خط تو میبینیم، شما از جمله همون مادرهای هستین که انشاءالله شوهر از شما راضی هست. پرسیدن شما شرط هم نبود. میگویند که محض پوشیدن نماز خواندن در زن روا نیست. آیا این درست است یا نه؟ هر یک زن و مرد میتواند که محضیش پوشد. برای زن و مرد فرق ندارد محض پوشیدن. درست است مادر عزیز. از پس من بسیار زنها نماز میگذارند، بسیاری آنها در ماه شریف رمضان، لیکن خودشان نیت میکنند. بعد من بلند میگویم درست باشد یا نه؟ جواب گوید درست میشود. شما در بین زنها اگر بلندم خوانین، آواز شما در بین زنها سطر نیست، درست میشود نمازتان. پنجم، نیت نماز تهجد چه خیل میباشد و کدام سوره را میخوانی؟ اکنون تهجد نیت ندارد، همون نیت کردن میگذارم 2 رکعت نماز، همین شم بس است. یا که اگر شما گویین که الله اکبر و نیت که در قلب شما نیت تهجد است، خودش قبول است، شرط نیست که به زبان گویین. ولی بسیاری بچه ها در اطراف همین نیت غسل جنابت زیاد میپرسند که همین حتی دیروز مولانا قطعی حجا بودیم زنگ زدن، گفتن یک ملا 1 ساعتی دراز گفت ما را در نکاح داشت تا که تو نیت غسل نمیدونی نکاح تو درست نیست. 1 ساعت همون بیچاره در همون معرکه نیت غسل از یاد کرده، بعد نکاحش کرده. اینو ببینید برادر عزیز، هم بچه خودشون گفتند اینا که 1 ساعت من نیت غسل از یاد کردم، بعدا مرا نکاح کردن. حالا که هیچی ضرورت نداره، آخه هیچی ضرورت نداره برادر عزیز. باز میگویم همون انسان که خانه‌داریش که کرد، شما با همون نیت غسل جنابت که میخیزین خودش نیت است. ولی شما ببینید نمازهای عید قربان در هر محله‌ای که میخونین، ملاهاتون چی میگد؟ میگد که بچم که همون از خانه‌تون که برآمده آمدین این نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز عید قربان با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است روی آوردن به قبله، دیگر
یعنی اینها را وقتی شما ندانین، امام ها میگن شما همین گویین که الله اکبر همون قدم های زدگیتان خودش نیت است. برای همین نیتی غسل که حاضر اطرافی و مقصدی قدر گویم جستجو هست ضرورت ندارد. برای همین اون برادر عزیزی ما اگر جوانمرد از نمازش میپرسید بچم نمازات میخوانی یا نمیخوانی، بچم از حرام های خدا دور هستی یا نه، بچم این میانه برای زندگی بسته آیا حل زندگی را رفته میتانی یا نه، آیا این مشکلات های زندگی را میدانی چی سختی ها دارد. 4 نصیحت کن که از اون نصیحتی تو اگر تو از دنیا هم گذاری اون نکاهگر فراموش نمیکنه کی ویا نکاح کرده است و نصیحت های هم از ذهنش دور نمیرود. نیت غسل او را چیکارش میکنی؟ هیچ حاجت نیست به تو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان و خواهران اسلامی شما خواهش داریم با سوال ما جواب دهید. خانه را در شب رفتن و دسترخوان را در شب تکیدن جایز است یا نه؟ جایز است. در شب خانه رفتن، در شب دسترخوان را تکیدن، اینا یگان گناهی ندارند، ولی خانه روی هم به خودش باز قاعده هاش دارد، قاعده های دارد. اکن وقتش که صاحبای 4 کتاب خدا رحمت چون کنند میگفتن شب در آینه نظر کردن خطاست، چون به روز بینی تو خود روی خود رواست، همتا عباره ها میگفتن. یا اینکه میگفتن در شب خانه را نروین یا در شب دسترخوان را نتکین. اکو اون زمان ها از این زمان ها خیلی فرق میکنن. اون زمان ها این خیلی قالین ها و این خیلی پلس های زیبا و این خیلی روشنی ها در تاری سر نداشتن و این خیلی جارب های فسان و حاضر مردم علاقه جارب دیگه کار نمیفرمان، حاضر پلساس قطعی همه مثال با اکثریت پلساس میبرن، میگه جارب دیگه نمیشه، چنگ خاک میکند فلان و فلان میکنه. مایلش این مدنیت های، این پیشرفت های. هر کس به هر چیزی که قوت امکانیت دارد کردن گیرد، باکی ندارد. برای همین لیکن فقط قاعده دارد، رفتن هم به خودش قاعده دارد. حتی شریعت دین چنان دینی هست که حتی رفتن زن در کتاب بیان کرده است که چگونه مثال زن خانه را روید. برای همین شما وقتی که خانه را جارب میزنین همون قاعده هایی که زنها میدانند طریقه خانه را رفتن همونها را استفاده برین، باکی ندارد. خواهر تازگی همه وقت خوبه، شب هم در کار روز هم در کار، همه وقت تازگی در کار است. خب در وقت نماز خواندن زن موی سرش از پشت از تگ سطرش تابد ممکن است یا نه؟ التماس حاجی محترم جواب ما را همین جمعه گویید. و شعر و نزله عباره مختصر کتاب در شرطای نماز میارد که و شعر و نزله یعنی اگر زن وقتی که نماز میخواند اگر یک تار مویش اگر تابد نمازش درست نمیشه. در نماز یک تار موی اگر بیرون شود از روی مالش نمازش درست نمیشود. برای همین دادر عزیز و خواهر عزیز هممون خواهر و مادرهای نمازخوان داریم خانمون. شما رسانین که وقتی که نماز خوانده خواهر عزیز یا مادر عزیز موی سرت چنان پوشان که حتی یک تار موی تو نمایان نشود که نماز درست نمیشود. پوشاندن تمام سر و آن چی که در سر عبارت از موی سر است همش پوشانیدن فرض است. در مرد باشد از 4 یک حصه بدنش اگر از موضع هایی که فرضاً اگر نمایان شود ان اینجا مفسد نماز می شود. السلام علیکم داملا، ما برادران اسلامی شما شهر سربند التماس با سوال من جواب گوید. در بابت نماز قصر روشنی اندازید. خب نماز قصر من چند بار گفتم برادرای عزیز شما شاید گوش نکردین. نمازهای قصر در سفر من شما را گفته بودم که وقتی که اراده شما 90 کیلومتر باشد از 86 او طرف شما از خانه بیرون شدنی که شدین شما مسافرین. شما مسافر معنای او را دارد که
در جایهای میرین که امامهای خود همون خو دوشنبه باشد، خواه کولا باشد، خواه دیگر شهرها باشد، از پس امامهای اونها خونین شما نمازاتون پر میخونین. لیکن وقتی که خودتون تنها گذار باشین یا با جمعیت یا مسافرها خودتون خونین، اینجا در 4 رکعته ها 2 رکعت می شود. یعنی 4 رکعت نماز فرض 2 تا می شود. 3 تا فرض شام مثل خودش میماند، 3 تا نماز ویتر مثل خودش میماند. ولی در سنت ها شما اختیار دارین، زیرا که سنت در سفر حکم نفل دارد. خواهین میخونینش، نخواهین گناهگار نمیشین. کودک نابالغی که نماز میخواند اجر و ثوابش به نام خودش میماند یا اینکه به پدر و مادرش میماند؟ هر یک فرزندی که نابالغ باشد و نماز خواند، اجر و ثواب او خدای مهربان در نامه اعمال همون پدر و مادری که زحمت کشیدند و او را وارد جای نماز کردند، ثوابش در نامه اعمال هم پدر و مادر میماند. خب السلام علیکم بابای حاجی، من یک شخص از ناحیه ترسونزاده، مخلص دائمی شما. احترام خواهش میکنم همین جمعه جواب گویید. شیطان از جنت امیدوار هستند آیا نه؟ میگویند که شیطان جنت میدراید. همین گپ درست است یا نه؟ درست میدراید. شیطان دیگر وارد جنت نمیشود. برعکس خداوند بر او همچون ملعون، مردود، مرجوم اعلان کرده است. و حتی خداوند گفت است که تو را و پیروای تو را یک جایه وارد جهنم میکنم. یعنی هیچ وقت جنت اگر امیدم داشته باشد هیچ وقت وارد جنت نمیشود. سلام علیکم اکای حاجی مرزا، با سوال من جواب گویید. من مهمان هستم در مسجد شما، نامم محیدین می باشد. عائله‌ام به من جنگ و جنجال می کند، می گوید که مرا گذارید من بگردم، اینجا ترمه هست. 1 سال شده است در خانه مادرش است. من بر سرش می روم، می گوید که من زندگی کردن نمی خواهم. من یک پسرچه دارم، چیکار کنم؟ اکای حاجی مرزا، اکای حاجی مرزا، در حق پدر و مادر و پسرچم دعا کنید. من از استراوشن آمدم. خداوند شما را قدماتون در حسنات نویسد. اکنون دادر عزیز، این خیلی است که و جعل بینکم موده و رحمه. خدا معنای زندگی را میگوید که معنای زندگی این است که بین زن و شوهر باید محبت باشد، باید محبت باشد. ولی وقتی که در بین شما محبت نباشد، مثل که 1 سال در خانه مادرش و شما باز در همین 1 سال که با پی سراغ ایشان می روید، با از او خواهش میکنیم، وقتی میگوید که من خواهش زندگی ندارم، پس با طریق مجبوری زندگی کردن دیگر لذت ندارد، معنی ندارد. برای همین دادر عزیز ببین، حد الامکان همه راه ها را استفاده بر تا طلاق نکنی. من که دائم تکرار میکردم، هیچ وقت جانبدار نیستم که جوانای ما زنها را طلاق کنن. هیچ وقت. کوشش کنین که طلاق آخران گویم جزا باشد. درو همین مناقشه و جنجال به طلاق حل نکنین. همه مشکلات ها و همه راه ها را استفاده برین. دیدید که تماما امکانیت ندارد، آخرا هم 3 طلاق نکنین. همون را یا طلاقت کردم یا 1 طلاقت کردم بس است. شاید که در همین بین باز همین وسواس های شیطانی و همین گویم که نافهمی ها از بین رود و باز شما شاید که زندگی هاتون خوب شود. و همین خاطر دادر محیدین اگر امکانیت باشد و پدر و مادر شما را مجبور کند که شما زنی نو گیرید، اگر زنم گرفتین ایره که طلاق هم که کردین از 1 طلاق بیش نکنین. ولی اول خواهش همین است که کنی بینین زندگی اگر شود. ولی من 1000 حیف میگویم به همون پدر و مادرایی که دختراتون به خانهاتون میآیه و عقل نمیکنین که آخه از زندگی های خودتون، از زندگی های دختراتون، از زندگی های بچه های خودتون خلاصه برارید.
همون 1 سال در پیش تو کنی فراستی تو، کجاست عقل تو، کجاست دیانت تو که از دست دخترت بگیری و که بگوی بچه ما شوهر دادیم با امیده که در شوهر خدمت کنی، با امیده که در خسر خدمت کنی، با امیده که در خوشتامن خدمت کنی. آخه چی کار تو کردی؟ و شما وقتی سیاست کنین و وقتی روتونه تروش کنین و وقتی بالای او قهر و بالای او غضب کنین، هیچ وقت وای گویم که دیگر ایستادگری را در خانه تو برای خودش عیب نمیبینه. برای همین اینجا در پدر و مادر هم عیب دارند. چی بود است که داماد 1 سال برادر از این ایمان به نام خدا 1 سال در خانه تو باشد و رود باز سراغ کند و باز دختری تو گوید که نه من زندگی نمیکنم، خیلی یقینا که شما خیلی بدبختین، خیلی بدبختین، خیلی دلهای سختی دارین. افسوس که این بچه ها نمیدانم از کجا خدا خیر شانتیت هدایت یافتن که به خاطر خوشنودی خدا، به خاطر که غضب خدا نشود سالها منتظر میشوند. این کاری آسان نیست. برای اینجا عیب پدر و مادرام است. آیا کدام خانه شما هم دختراتون آمد؟ اگه من نمیگم شما دختراتون بد میبینین، بچه اکاتون بد میبینین، همین که آمد 1 روز ایستاد 2 روز ایستاد بچه می برا خدمت همون شوهر تکو، برا پیش همون خانه که خسر خوشت آمد. خب همون جمع باشی و همون جا خدمت کنی و همون جا که همون راضی باشن من از تو راضی هستم، من در حق دعا میکنم. گفته همین خیلی شما تعلیم کنین، نمانین شما که در خانهاتون بیستن تا چند ایستاد تا چند ناراحت شدن میگیرن. من جمعه گذشته برادرای عزیز و گرامی از بعض معجزات پیامبر گپ زدم. اونم سوال بود که برادر عزیزی ما پرسید که معجزه چی معنی داره و معجزه چیست. من چند معجزه های پیامبر برای شما جمعه گذشته گفتم و الحال از من خواهش کردن که برادر عزیز اگر امکانیت باشد یک چند معجزه های پیامبر برای ما بیان کن. من خواستم برای شما یک چند معجزه از پیامبر گرامی را بیان کنم که پیامبر بیشتر از 1000 معجزه داشت، از 1000 معجزه داشت. مخصوص معجزه های پیامبر کتابی هست که همه معجزه های پیامبر در او هست. چگونه که حضرت موسی علیه السلام همان عصایی که داشت به اژدها مبدل میشد، چگونه که حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد. معجزه داشتند، ولی پیامبر خودمان، پیامبر آخری زمان از 1000 بیشتر معجزه داشتند. من برای شما چندی از اونها را جمعه گذشته گفتم. باز میخواستم یک چند معجزه های پیامبر را برای شما بیان کنم. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه را فتح کردند، مکه مکرمه در زیر دست مسلمان ها قرار گرفت. پیامبر گرامی میگوید خانه کعبه در آمدند. همین خانه کعبه ای که حاجی ها امروز میرین، اطراف خانه کعبه طواف میزنین، همین اطراف خانه کعبه 360 بوت داشت. 360 بوت، همین هیکل های دراز درازی که در تلویزیون ها شما بینین، کلان کلانی که در دولت های هندوستان و خیتای و در دیگر جای ها اونها را همچون معبود عبادت میکنن. پس پیامبر گرامی معجزه‌اش این بود که وقتی که خانه کعبه در آمد و این 360 بوتی که در گرد خانه کعبه بودند، راویا میگویند که ته کرسی این بوتها از میس و از آهن بود. یعنی چقدر مستحکم بودند. همون فوندامنتی که برای بوتها را قپد از میس از آهن بود، سخت گداخته شده.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دستشان عصای داشتند، به سوی همه هر یک بت نگاه میکرد و عصای خود به سوی همون راست میکرد و آیت قرآن میخواند: جاء الحق و ضحق الباطل ان الباطل کان زحوقا. آمد حق، نابود شد باطل، البته باطل نابود شونده است. راست کدام بوته که راست میکرد میگه با پشت میزد. هر یک 360 بود به هر یک اشاره عصای پیامبر چپه میشد. وقتی آیت قرآن میخواند حقیقت بیان میکرد، بود خودش به پشت میزد. کتاب معجزه میگوید که این یکی از معجزه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. ابو ایوب انصاری یکی از صحابه های پیامبر گرامی، پیامبر را به خانهش تکلیف کردند، گفتند همراه یک نفر دیگر خاندان من برای شما و مهمان پذیری من برای شما باید باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگد اولی بار آمدنش 30 نفر را آورد. 30 نفر وارد خانه شدند. از آن طعامی که در خاندان ابو ایوب انصاری آماده شده بود برای 2 نفر، پیامبر گرامی انگشت مبارک در طعام تر کردند. 60 نفر همه طعام خوردند، بیرون شدند. ابو ایوب انصاری را گفت باز از تو خواهش میکنم 70 نفر دیگر را باز دعوت کن. 70 نفر دیگر میگد آمدن، باز از همون طعامی آماده شده استفاده بردن. باز گروهی سیوم آمد. ابو ایوب انصاری میگوید قسم به نام خدا جمع 180 نفر در خاندان من همون روز مهمان نوازی شد، همون روز طعام خوردن. قسم به نام خدا از طعام چیزی کم نشد. اینم یکی از معجزه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. معجزه هایی که پیامبر گرامی داشتند دیگر همین بود که اصلا در بدن پیامبر پشه نمی نشست. هیچ وقت چگونه که پشه در روی ما می نشیند، در لباس ما و شما نجاست میکند، خب در چهره های ما و شما می شیند، در بالای پیامبر گرامی اصلا هیچ وقت پشه نمی نشست. دیگر معجزه‌ای که از پیامبر گرامی دیدم در کتاب این بود که عبدالله ابن زبیر وقتی که نزد رسول الله بود، رسول الله میگه حجامت کردن، خون گرفتن. بعد از آن میگه در یک تشت، در یک ظرف در دست عبدالله ابن زبیر داد، گفت اینا در بیرون کوچه برده ریز. عبدالله ابن زبیر بیرون خانه شدن. دیگر خواهشانه شد که باید در جویبار ریزند. خون پیامبر یک جهت دم کشیدند. بعد از آنه که میگه وارد خانه شدن، گفتم پیامبر گرامی همان خونی که برای پرتافتن بود من همون را نوشیدم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که در حق عبدالله ابن زبیر دعا کردند تا زمانی که عبدالله ابن زبیر زنده بود. همنشینهای او میگویند که از دهانش همیشه بوی مشک میبرامد، دائم بوی مشک، هر خانه در که مینشست گپ میزد فقط مشک از دهان او بیرون شدن میگرفت. اینم از معجزه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دیگر معجزه پیامبر گرامی این است که وقتی که پیامبر در بالای کوه احد برآمدند که همراهش ابوبکر بود، همراهش عمر بود، همراهش عثمان رضی الله تعالی عنهم بود. این زمان کوه احد لرزید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اسکت احد، احد ای کوه ساکت شو، آرام باش. برای چی؟ فإن علیک نبی و صدیق و شهیدان. ببینید ای احد آرام باش، زیرا در بالای تو یک پیغمبر است و در بالای تو یک صدیق است، مراد ابوبکر، و در بالای تو 2 شهید است، یکی عمر یکی عثمان. ولی زمانی که عمر و عثمان زنده بودند، شهید شدن ایشان در دوره های پیامبری خودش الله که پیامبر خبر داده بودند. حضرت عثمان پیامبر گرامی معجزه دیگرش این بود که عثمان تو کشته میشوی و خون تو وقتی تو قرآن میخوانی
در یکی از سوره های قرآن که در سوره بقره آیت 137 اوست خون تو در همونجا میچکد. این هم از معجزه پیامبر بود. وقتی حضرت عثمان در خانهش حالت قرآن خوانیده بود، وقتی کله ایشان که بریدن خون میچکید. در کدام آیت؟ فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. همون آیتی که پیامبر گرامی دلالت کرده بودند در همون آیت خون حضرت عثمان چکیدند که همون قرآن حاضر یک وقتی در تشکین بود، ولی میگن در سنت پترزبورگ است که همون خون در بالای همون آیت وجود دارد. اینو از معجزه های پیامبر گرامی است. و همچنان معجزه های پیامبر خیلی زیاد هم هست. مثل که پیامبر گرامی وقتی که در محاربه میبرآمدند، میدان های جنگ میرفتند، اصحاب وقتی تنقیسی در آب میکشیدند، حکایت میکنند صحابه های پیامبر که در همون چشمه هایی که آب خیلی کم ویم ریشته واری آب میریخت، پیامبر وقتی میرفت در همونجا دست مبارکش میگذاشت، میگه آنچنان میگه همون چشمه ها سیل میشدن که حتی صدای گویا که سیل میآید، آنچنان سیل میشد که حتی خودشان تمام 100,000 عسکرها می نوشیدند، حیوانها می نوشیدند، تا حال آب از او پاک نمیشد. حتی حضرت طلحه را پیامبر گفت که همین آبی که به این سیلاب مبدل شده است آینده اینجا باغهای زیاد می شود، که مورخا میگن بعد سر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون موضع ها و باغهای خیلی کلان مبدل شدند. زی خاطر برای پیامبر گرامی معجزه ها خیلی زیاد بودند. حتی بار حضرت عایشه مادر رو میگوید با پیامبر گرامی در صحرا بودیم، به ناگاه یک آهوی میدوید و با آواز بلند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله گفته، میگه از زبان آهو میشنیدم. این حضرت عایشه مادر ما میگوید. حتی یکی از عرب ها را حکایت میکنن در کتاب معجزه که در دستش میگه از سوسمار بود. سوسمار را میدونین؟ سوسمار ها را مثل همین اوچ کمر میگه ما و شما، مثل همون است میده ترش. میگه یک عرب میگه در دستش یک سوسمار گرفت آمد نزد پیامبر گرامی و پیامبر گرامی گفتن که تو به من ایمان نمیاری؟ من پیامبر خدا هستم. گفت من از کجا میدانم که تو پیامبر گرامی هستی؟ گفت از سوسمار پرس که من پیامبر هستم یا نیستم. میگن عرب خنده کردن، گفتن سوسمار؟ گفتن ها از سوسمار پرس. گفتن بعدا پیامبر گرامی به جانب میگه سوسمار نگریستند و گفتن ای سوسمار آیا من پیغمبر نیستم؟ میگه سوسمار میگه با زبان خودش میگه چگونه ای که من جمعه گذشته گفته بودم که شخصای گنگ و کودکای نابالغ شهادت میدادند که تو پیامبر خدا هستی. سوسمار میگه شهادت دادن که پیامبر خدا هستی، تو نماینده خدا هستی و هر چی که امر داری من در خدمت تو قائم هستم. حتی میگه عرب به شنیدن اینم ایمان آوردن. برادر عزیز و گرامی، معجزه های پیامبر گرامی خیلی زیاد هستند، خیلی زیاد هستند. از بس که برادر عزیز از ما خواهش کردند یک چندی اونها را من برای شما گویم. حتی در ابو جهل حکایت میکند که در مکه مکرمه یک گرگ را دیدم که آهوی را سر پیش میکرد، میدوید از دنبالش. وقتی در نزد خانه کعبه نزدیک آمد گرگ پس گشتند، دیگر در اون موضع حرم شکار آهو نکردند. میگن ابو جهل همراهانش گفت عجیب، گفت کارا بینین، گفت این گرگ از دنبال آهو دیگر گفت در همین موضع حرم گفت دیگر شکار نکرد. میگه گرگ با زبان بلند گفت این جای تعجب نیست، گفت جای تعجب در این است که پیغمبری که نماینده خدا هست و من گواهی میدهم که او پیغمبری خداست، تعجب اینجا هست که شما با وی باور نمیکنید. این گفت این تعجب است. گفت این تعجب نیست که من از دنبال یک آهو دویدم و موضع حرم در او را شکار نکردم. برای این از معجزه های پیامبر گرامی بودند. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر گرداند، ایمان های همه ما و شما را پروردگار با سلامت نگه دارد و همه آرزو و امیدهای نیکی که ما داریم خداوند با فضل کرمش حاصل گرداند. خداوند قدم های همه ما در حسنات نویسد.
و برادرای عزیز و گرامی، چگونه که گفتیم خدا خواهد اگر سفرهای ما نشود، یکی نشود، آدمی است. ما از جمعه آینده خدا خواهد اطراف فضیلت اصحاب پیامبر صحبت میکنیم و از حال ایشان، از تاریخ ایشان خدا خواهد ما و شما انشاءالله درکدار میشویم. بازم همه شما را خداوند در حفظ و امانش نگه دارد و خداوند همه آرزوهای نیکتانه حاصل گرداند. بچه هم دمای را خالی کنید.